با درود بر شما. با آغاز جنگ و نبردها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، بسیاری ها گفتند که های جمهوری اسلامی قدرت مقابله با اسرائیل را دارد یا خیر. امروز آمدیم که قدرت و توانایی موشکی جمهوری اسلامی را مورد بحث قرار بدیم. برنامه موشکی ایران از زمان شروع آغازش به وسیله یک ترکیب از ضرورت‌های استراتژیک، پیشرفت‌های فناوری و ملاحظات جغرافیایی پیگیری شده است. ریشه‌های برنامه موشکی ایران به جنگ ایران و عراق در دهه 1980 میلادی برمیگردد. این تجربه نشان داد که داشتن قابلیت دفاعی مؤثر در برابر موشک‌ها به عنوان یک وسیله مزاحمت در برابر تهاجمات ضروری است. چند دهه بعد ایران در تلاش جسورانه برای توسعه فناوری موشکی بومی تحریک شده توسط تخصص‌های داخلی و همکاری بین‌المللی به کار افتاد. با وجود مواجه شدن با مشکلات بسیاری از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های فناوری، ایران به تدریج در پیشرفت قابلیت‌های موشکی خود پیشرفت کرد. یکی از مهمترین دستاوردهای برنامه موشکی ایران توسعه سری موشکی‌های شهاب بود که کشور را با قابلیت مزاحمت قوی در برابر تهدیدات احتمالی تأمین کرد. این موشک‌ها به نام واژه فارسی به نام شهاب نامگذاری شده است که پیشرفت قابل توجهی در فناوری موشکی بومی ایران را نشان می‌دهد. در سالهای اخیر ایران به بهبود قابلیت‌های موشکی خود از طریق توسعه سیستم‌های پیشرفت‌تر مانند موشک‌های سجل، قدر و عماد پرداخته است که دقت، برد و ظرفیت بار بهتری دارد. بر علاوه ایران به توسعه موشک‌های کروز مانند سومار و رد سرمایه‌گذاری کرده است که ساختار متنوع موشکی ایران را گسترده‌تر کرده است و قابلیت انجام عملات دقیق علیه اهداف متنوع را افزایش می‌دهد. در حالی که می‌توان به برنامه موشکی ایران به عنوان یک عامل مهم در تعادل نظامی منطقه و حفظ امنیت ملی کشور نگاه کرد. ایران تاکنون اظهار داشته که برنامه موشکی خود را به صورت کاملا صلح‌آمیز و دفاع تحت نظر بین‌المللی اداره می‌کند و هدف آن تضمین امنیت ملی و جلوگیری از تهدیدات خارجی است. با این حال توافقنامه هسته‌ای برجام که توسط کشورهای ایران، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده بود، تعهدات برای ایران به ویژه در زمینه فعالیت‌های موشکی قائل کرد. این توافقنامه مقرر کرد که ایران فعالیت‌های موشکی خود را به گونه‌ای آغاز کند که منجر به تهدید یا تهاجم به سایر کشورها نشود. با توجه به این مسئله، همواره مسئله موشکی ایران به عنوان یکی از مسائل داغ در روابط بین‌المللی باقی مانده است. تلاش‌های برای مذاکره و حل اختلاف در مورد برنامه موشکی ایران در فضای بین‌المللی صورت گرفته است. ایران دارای یک مجموعه موشک‌های قابل توجه دارد که شامل انواع و قابلیت‌های مختلف است. این شامل موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و وسایل پرتاب فضایی است. در طول سالها ایران تعداد زیاد از موشک‌های پیشرفته را توسعه و راه‌اندازی کرده است که از موشک‌های بالستیک با برد متوسط تا بلند و قابلیت تخریب قوی تا موشک‌های کروز دقیق و قابلیت ضربه‌زنی به اهداف دوردست می‌رسد.
که جمهوری اسلامی را به عنوان یک از کشورهای پیشتاز در فناوری موشکی در منطقه تبدیل کرده است. ایران پیشرفت‌های قابل توجهی در تحقیق و توسعه فناوری موشکی کرده است که این امر او را قادر به تولید و راه‌اندازی مجموعه گسترده از موشک‌ها می‌سازد. علاوه بر این، موشک‌های ایران ویژگی‌های پیشرفته مانند قابلیت مانور و ارتفاع بالا را دارد که این امکان را فراهم می‌کند تا از پیشرفته‌ترین موشک‌ها در منطقه باشد. همچنین ایران به طور مداوم در تحقیق و توسعه فناوری موشکی سرمایه‌گذاری کرده است تا قدرت خود را تقویت و برد موشکی عملیاتی خود را گسترش دهد. این تلاش‌ها نشان دهنده تعهد ایران به تقویت قدرت نظامی و بهبود امنیت ملی است. به طور کلی قدرت موشکی ایران بخش حیاتی از استراتژیک دفاعی خود است و به پایداری منطقه و امنیت ملی کمک می‌کند. با ادامه پیشرفت‌های قابلیت موشکی، ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم در منظومه دفاعی جهان باقی می‌ماند. این موشک‌ها از سیستم‌های راهنمایی پیشرفته از جمله GPS و نقشه‌برداری از محیط را برای هدایت و ضربه‌زنی دقیق به اهدافشان استفاده می‌کند. در پایان، مسئله برنامه موشکی ایران به عنوان یک از مسائلی که بر تعادل نظامی منطقه و امنیت جهانی تأثیر می‌گذارد با اهمیت بسیار همراه است و هر گونه تغییر یا تحول در این زمینه می‌تواند پیامدهای گسترده در منطقه و جهان داشته باشد. بنابراین دوره‌های مذاکرات و تلاش‌های برای یافتن راه حل قابل قبول برای همه طرف‌ها برای حل این مسئله از اهمیت زیاد برخوردار است. لطف نموده نظرتان را در مورد قدرت موشکی ایران در کامنت شریک سازید. با سپاس از اینکه تا پایان با ما همراه بودید.